مصر باستان، زمانی که ماه همچون چشم رعد خورشید بر فراز نیل می درخشید، دختری جوان به نام نفرورا در دهکده‌ای کوچک زندگی می کرد. او دختر کاهن اعظم معبد ایزیس بود، اما برخلاف پدرش همیشه رویای کشف رازهای پنهان میان شنهای صحرا را در سر داشت. روزی نفرورا در نزدیکی رود نیل در حال جمع آوری نیلوفر آبی بود که چشمش به گردنبندی افتاد، نیمه مدفون در گلو گردنبند، سنگی لاجوردی با نماد زندگی داشت. وقتی آن را لمس کرد، صدایی در ذهنش پیچید: وارث رازی بزرگ بیدار شدید. شب هنگام خواب دید که در هرم عظیمی راه می رود. دیوارها پر از نقوشی بود که جا به جا می درخشیدند و از آینده‌ای سخن می گفتند که هنوز نیامده بود. صدایی از اعماق می گفت: اگر می خواهی مصر را از تاریکی نجات دهی، باید گمشده رع را بیابی. صبح روز بعد، نفرورا تصمیم گرفت راهی سفری شود که سرنوشت او را برایش رقم زده بود. او از پدرش خداحافظی کرد و با گردنبند تلش شده به دل صحرا زد. در مسیرش با مارهایی سخنگو، سایه‌های خدایان و نگهبانانی از جنس سنگ روبرو شد. اما قلبش که لبریز از عشق به سرزمینش بود، هیچگاه نلرزید. در نهایت به اتاقی زیر معبد کارناک رسید. آنجا خورشید کوچکی از جنس طلا آویزان بود گمشده رع. نفرورا آن را برداشت و ناگهان نور عظیمی صحرا را روشن کرد. سیلابی از نور به نیل سرازیر شد و رود دوباره زنده شد. پس از سالی، یعنی خشکسالی،